کمک عمل مینی بایپس که قوی ترین عمل چاقیه. 16 سالمه. اضافه وزن خیلی بالایی داشتم، بی ام آی هم خیلی بالا بود، وزنم 195 کیلوه. به خاطر اینکه اضافه وزن داشتم و هی رفت بالا، دیگه نتونستم برم باشگاه، نتونستم برم فوتبال، نتونستم برم شنا، هیچ کدوم نتونستم ادامه بدم. قبل عمل 195 کیلو بودم، شدم 188 کیلو. 7 کیلو وزن کم کردم تو همین دوره نقاهت یک هفته. این موقعی که عمل کردم اولش این معده درد داشتم، ولی بعد 2-3 روز کلا رفت و الانم راحت کارامو انجام میدم و مشکلی زیاد ندارم. از طریق دکترایی که مراجعه میکردم با آقای قلیزاده آشنا شدم، همه هم ازش تعریف کردن، حالا مراجعه کنندگان قبلی، و اینکه خیلی ممنونم از زحماتشون و به نظرم اگه همینجوری ادامه پیدا کنه میتونم به وزن ایدئالم برسم.